رسول خدا در اینجا گفته که حب الوطن من الایمان، دوست داشتن وطن از جمله ایمان است. اگر انسانی که وطنش دوست نداره ایمان نداره، چکل میشوه؟ الناس علی دین ملوکهم، یعنی مردم در دین و در رویه و رفتار همون پادشاه و راهبر دولت شونن. غالبا خودشون نمیفهمن، اما خودشون نمیفهمن همین عصب، یعنی عصب قطعی، روان قطعی، فکر قطعی، اندیشه قطعی در بخوای نخوای همون راهبر دولت چکلی باشه، همون خیلی اکثریت آدم‌ها به ناموس میروند. یعنی میبینن که راهبر دولت با ناموس و با استعداد و وطن دوست است، همه وطن دوست شده، در اطراف هم یک نفر جمع شده، همین ناموس وطنداری را دست داده استدن. این مثلا ورخ باشه، این ناموس مردم تاجیکستان است. حتی پسترین انسان تاجیکستان که از سیاست و فرهنگ درک نداره، درباره ورخ گپ میزنه که این ورخ چی میشته باشه.